سوال سیوم، نان سری تخته یعنی مالی که روزی موت کشته می شود درست است یا نه؟ بسیار مستفیدان وصیت میکنند که حتمی نان سری تخته را کنید. نه نان سری تخته است، نه وصیت. این وصیت اول از نظر شرع باطل است، این وصیت اعتبار ندارد. دیگر اینکه نان سری تخته که اگر از خانه مرده‌دار کنند نزد همه فقها و مکروه تحریمی است، خوردنش درست نیست، خصوصا با وقتی که صاحبی یعنی این میت کودک خردسالی صغیره داشته باشد، این معده حرام است. از گوشت خوگم سری تخته رو خوردنش حرام است. بنابراین بهتر میشد که مستفیدا رهبرای محله، رئیسای محله یک مقدار پول جمع کنند، 5 سمی از هر سری خاندان در مسجد مونن در محله. وقتی که کسی وفات میکنه از همون پولی جمع کردگیشان میتوانند اونها غذا آماده کنند برای مسافرهای آمدگی، اوقات کنند، اونها اوقاتشان خورند. ثانی از این پولی که جمع میشود یار دوستا بالای و برای یاردن میبیارند، اگر چی بگم که حق صغیر میشود اگر برای خاطر همون میتی هم از به همون مقدار پول گرفته مونند، با ثانی تعزیه دیگر در از وی استفاده بردنگی. راهی بهترش خوبتر اگر ضرورت باشد همین است، و الا باز من تکرار میکنم که هیچ چیز ضرورت ندارد کردن سرتخته، هیچ چیز ضرورت ندارد کردن اوقات به خاطر یعنی میت. صحابه پیغمبر خدا نه سرتخته داشتند، نه هفته، نه 40، نه سال داشتند. حالا یک برادر از ما در مکتوبش در اینجا هم هست، در کنز العباد صحیفه 18 گفته است همین گپ هست که گویا پیغمبر خدا برای حضرت امیر حمزه سری تخته کرده بودن 40 سال کرد. والله این دروغ است. اولش که در کنز العباد این گپ نیست، کنز العباد منم دارم. اگر مبادا یگان کنز العباد دیگر باشد این دروغ است، به حق پیغمبر خدا تهمت است. این 40 سال در اسلام نیست. اگر به جای 40 سال بچه‌هاش نماز خوانند این بهتر است. من در یک محفل هم سخت‌تر گفته بودم، امروز فرزند مسلمان نماز نمیخواند، روزه نمیگیرد، اما خدایی 40 سال رنگی فرض باری قرض میکند و میکند. و باور کنید اسلام از شما نماز طلب دارد، روزه را طلب دارد. شما نماز خوانه اللهم اغفر لی ولی والدی گویه خدا گناه پدرتان نمیگذارد، به خدا که از 100,000 دلار که در خدایی صرف میکنه و ثوابش بسیار است، از ما پدرتان خرسند میشود. شخصی به نماز چیز حفظ کنید و چی فایده دارد؟ برای نمازاتان خانه خوب اگر افت ثروتمند است کنه، برادرای مسلمان میخورن، من نمیکنم، البته ثوابش میرسد همچون هدیه به روح گذشتگان شما، لیکن این ضرورت نیست، این از یگان رکن اسلام نیست. شما اینو دانید، اینو به اسلام نچسبانید، اسلام به این بدنام نکنید. اسلام میخواد نماز کن، اسلام میخواد روزه گیر، اسلام میخواد زکات، اسلام میخواد پدر و مادر احترام کن. بنابر رازگی پدر و مادر بعد از مرگ این نماز خوانده اللهم اغفر لی ولی والدی گفته است. بنابر اون وصیتی که مستفیدا میکنن اون وصیت هم باطل است از نظر شرع. اگر مبادا بچه نکند برای دعوت کنن، برای پیش پدر و زیارتی از پول حرام باشد چی باید کرد؟ اولش که از پول حرام باشد انیق دانی نرو، لیکن وقتی که نمیدانی که از پول حرام است با شبهه این حکم در حق برادر مسلمان نکن. اولش که در حق برادرای مسلمان بدگمان نشویم. مسلمان دعوت کرده است، ما باید رویم. وقتی که دانیم که غیر از این منبع حرام دیگر جای درآمد حلال ندارد، اون وقت می توانید نروید. شما و بلیت روسیه را با نرخ قیمت می فروشند، این ربا هست یا نه؟ این من نمیدانم که باید چقدر می فروشند، این از خودشان رفته پرسید. برادر عزیز، البته چیزی که حکومت معین کرده از وای زاید فروشنش این جنایت است. شما می توانید با ارگانهای داخلی شکایت کنید. خب تجارت طلا روا هست یا نه؟ البته حلال است تجارتش. طلا رو فقط استفاده بردنش همچون زینت برای مرد حرام است، اما او رو سودا کردنش، خرید فروش کردن به او حلال است. این در زمان رسول اکرم همه پول طلا بود. السلام علیکم داملای عزیز، از راه خیلی دور آمدم، به این سوال من جواب گویید. شخص با نکاح فاسد ان اقترح به شاهد زن را نکاح کرده گرفت و چند سال زندگی کرد. خدا پناه کرد.
بعد در همین نکاح او را 3 طلاق داد و همین مرد میخواهد که به حلاله همین زن را دویم باره نکاح کرده گیرد. آیا این درست است؟ خب اولش که اون نکاحی که پیشتر داشت نکاح فاسدش نکاح نیست. بنابراین این طلاقی که کردن خاصیت و خاصیت این طلاق واقع نمی شود، زیرا که زنی بیگانه را طلاق کنن نکنه طلاق نیست. اکنون این جوان اولش که مصیبت است، اولش که عیب است برای مسلمان که با نکاح فاسد با زن ازدواج کند. نکاح فاسد حکم زنا را دارد و نکاح نیست. بنابراین من به این جوان توصیم این است که از همسر خود جدا شود. از همون روزی که جدا می شوند همسرش عده پاید، یعنی حیض می دیدگی باشد 3 حیض بیند، حیض نمی دیدگی باشد عده 3 ماه است. بعد از بود شدن عدهش می تواند همسرش نکاح کرده گیرد. او طلاقی و طلاق نیست. این زندگی که این قدر وقت کردن زنا هست. بنابراین اینها برای این کارشان توبه کنند، از پروردگار پشیمانی کنند، شاید پروردگار گناهشان ببرد و این روشان سیاه میشه فقط دوزخ. السلام علیکم داملای عزیز. سوال من این است که بعضی آدمان میگویند که لباس سرخ پوشیدن ممکن نیست. آیا این لباس سرخ پوشیدن از نظر اسلام درست هست یا نه؟ با احترام یک مخلص دائمی شما. نه عزیزان، این تو نیست. لباس چی سرخ است و چی سبز و چی کبود همش درست است پوشیدنش. آره اگرچه بعضی فقها سرخی بلند پوشیدنش مکروه گفتیند، اما این قول صحیح نیست. شما می توانید در رد المختار در عالمگیری در فصل لباس در این باب نگاه کنید که در رد المختار عبارتی هست که می گوید یجوز للرجال والنساء لبس الثوب الاحمر والاخضر، و جایز است برای مردها پوشیدن لباس سرخ و پوشیدن لباس کبود. هیچی باکی نداردین. حتی بعض امام شرمبلانی خدا رحمت کنه در این باب رساله مخصوص نوشته، با دلیل‌های زیاد حتی پوشیدن لباس سرخ مستحب گفتیان. هیچ خیل در پوشیدن و کراهت نیست. بنابر دامله ها می توانند به کتاب کراهت در فصل لباس نگاه کنند، برای خود در این باب جوابشان می یابند. خلاصه این است که اسلام هر چیزی که زینت است برای شما منع نکرده است. قرآن میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده. کی است که برای بندگان من هر چیزی که مایه زینت و سبب آرایش بدن اونهاست یا هر چیزی که حلال است پاکیزه است او را خوردنش یا پوشیدنش من کرده است؟ کی؟ هیچ کس من نکرده است. السلام علیکم عزیز داملای عزیز. من یک جوان 24 ساله هستم. از نافهمی دندانهای طلا گذاشتم. امروز فهمیدم از دایره اسلام حرام است. چی کار کنم؟ نمیدانم. مصلحت شما را انتظارم. برادر عزیز، وقتی که دندانها را پیشتر گذاشته باشی، اگر برای زینت برای فسانی بود چگونه که پیشتر این عادت بود، این حرام است. چرا که اسلام طلا را همچون زینت استفاده بردنش برای مردها حرام کرده است. چه دندان باشد، چه چله باشد، چه ساعت باشد، چه گردنبند باشد، چه یعنی روشکه باشد. اما اگر افت شما دندان به خاطر ضرورت کرده باشید که دندانات ویران شده بود یا افتیده بود یا سیاه شده بود، به خاطر این کرده باشید، اگر این باکی ندارد، این یعنی جایز است. و درباره دندان اون کس بحث دارد، مولانا خدا نظر، با آن مراجعت کنند، در آن دلیل‌های خود می‌یابند. بنابراین من این قدر به شما میگم که هیچ باکی ندارد اگر شما برای خاطر ضرورت کرده باشید. خب و آدم ها میگویند که تو از جنابت پاک نمیشوی، باید در وقت گذاشتن دندان طهارت کرده باشی. نه، این بیکار گپ است. برای دندان ماندن نه طهارت شرط است نه غسل. دندان گذاشتن حکمش حکم جبیره رو دارد. مانند که من یک آدم دستای پاش میشکند، برای بستن طهارت شرط نیست، میبندد، مثلا وقتی نماز شد بالاش مس کشیدن میگیرد. دندان هم حکم او رو دارد، نه طهارت شرط است برای موندنش نه غسل شرط است.
و کسانی که بعد از دندان گذاشتن طهارت میکنند دهنشان آبگردان کنند طهارتشان درست است. جنوب شوند غسل کنند دهن آبگردان کنند غسلشان درست است. در اسلام عزیزان من حرج نیست. خوب برادر عزیز، اولش که شما این گپ‌ها را از دامله‌های خیلی معتمد و یعنی کتاب خوب بسیار میدیدگی شما پرسید و هر ملای بیچاره که چهار کتابخوان است این گپ گوید شما به گپ او زود تشویش نشوید. و حکم دندان صنعی دیگر چی خیلی است؟ یعنی دندان موندن باقی نه، بلکه مستحب گفته صاحب فتاوای محمودیت موندن دندان است، زیرا که دندان که افتی جاش خالی موند سبب پیدا شدن بیماری ها می شود، سبب لقامت شدن دندان های دو طرف می شود، حتی سبب خراب شدن عصب می شود گفته است. امروز طب هم اثبات کرده است که باید دندان که اکثر دندان هایی که شکاف هستند داخل شده ببینه خب معده های خوراک باقی میموند و بو میکند، همچون نیست. البته این بو از سبب میکروب ها و از سبب چیزهای ضررناک پیدا می شود در دهان که ولی سلامتی انسان ضرر دارد. بنابراین دندانات را نگذاره که شکاف ایستد، نگذاره سیاه شده ایستد. آخه این اسلام دینی نظافت است، نخواد که پاکیزگی فقط برای اروپایی ها باشد. دندانای اونا بینه جرقص میکند، اما دندانای ما رو بینه حتی ایشان و ملاهامانه از زردش طبیعت آدم میگرد روشان نگاه کنی. الله رسول اکرم در حدیث های صحیح صحابه ها رو نمیموندن که دنداناشان زرد باشد پیش حضرت درآیند. لا تدخلوا علی قلوحا، معنی قلوح دندان زرد. هم سحری دنداناتون شستن با خمیری دندان این وظیفه کنید اینا. و برای زنان حکمش چیست؟ برای زن تلا حلال است، خواه دندان میکند، خواه چلی تلا میگیرد، خواه گردنبند تلا میگیرد، همش حلال است. در خانه با زن خود و محرم خود نمازی با جماعت خواندیم در یک صف درست است یا نه؟ در یک صف درست نیست. کسانی که در خانه نماز میخوانید، خواه پدر است، خواه شوهر است، خواه برادر است، باید خواهرها را، همسر یا مادر است، اونها از صف عقیب ایستند، از قفای شما ایستند. اگر برابر ایستاد حتی خواهر در نماز برابری برادرش ایستاد نماز فاسد میشه اگر یک نماز باشد. بنابراین وقت خانه هایی که شما جماعت میکنید با دخترای خود یا با همسر خود، اونها را نیم متر عقیب مونید صف گیرن، شما خودتان پیش ایستید. اگر رفتون مردها اکو دادرو باشید، یعنی مردها از قفای امام ایستند و خواهر و یعنی مادرها از قفای اونها ایستند، اما در صف برابر نیستند. حضرت انس میگوید پیغمبر خدا خانه من آمدن، خانه ما آمدن. بعد از خوردن غذا حضرت گفتن من در خانه شما تبرکاً نماز خوانم. این حدیث صحیح است، مشکات خواندگان میدانند. اگر یک گلیمچه داشتیم چرکین شده بود، زود من خستم، میگه با آب تر کردم، شوشتم، آورده پرتافتم، رسول اکرم پیش ایستادن، من همراه یک برادرم در قفای رسول اکرم ایستادم، مادرم ام سلیم قفای من ایستاد. ببینید مادر عقبت بچهش نیستاد. از همین سبب باید زنها یک صف عقیب ایستند، خواه برادرش از خواه شوهرش از فرق دارد. داملای محترم، شخصی میتواند در بیرون نماز پاچه که بروکش دراز باشد یا اینکه ته کرده گردد؟ خواهش میکنم جواب بدید. جوانای عزیز، راست چه گویم، نزد جمهور فقها بروک اگر پاچش دراز از بجلک باشد حرام است. نزد جمهور اهل حدیث حرام است. اما در مذهب ما خدا رحمت کنه فقهای ما مکروه تحریمی گفتیان. حالا نبلحی همینه در نفع المفتی سوال دارد، زیرا که در این باب حدیث های صحیح آمدگی است که هیچ که تعویل و تبدیل قبول نمی کنند. رسول اکرم میگه ما اسفل من الکعبین فهو فی النار. هر چیزی که از بجلک پا دراز است، خواه ایزار است، خواه بروک است، خواه کرته است، و صاحبش پگه خدا در دوزخ پاش می سوزاند. بنابراین رسول اکرم بودن ایزارت المؤمن الی نصف ساقیه، ایزار بندی مومن تا نصف ساقش است.
ولا حرج، با که نیست گفتن اگر از وی درازتر کند تا بالای بجلک، اما از بجلک پایان به زمین رسد این حرام است. حتی رسول اکرم در یک حدیث که این حدیث خیلی مسلم روایت کرده از حضرت ابوذر راوی حدیث میگویند ثلاثه لا ينظر الله الیهم یوم القیامه ولا یکلمهم ولا یزکیهم. سه طایفه است که خدا به اونها روز قیامت نگاه نمی کند، خدا اونها را از گناه پاک نمی کند، حتی خدا به اونها به نظر رحمت نگاه نمی کند، صحبت نمی کند. این سه طایفه به سعادت کیست؟ حضرت گفتند این حدیث مسلم است. یکم المسبل، شخصی که ازار شه یا بروک شه یا کرتش دراز میکنه که به زمین کشیده میگردد. دوم المنان، شخصی که به یک کس نیکی میکند بعد این نیکی کردنش منت میکند که من به تو این کار اون کار کردم تو نمک زده. منتی هم در که قرآن در صراحتا خدا منت نهی کرده است، حرام کرده است. سومش المنفق سلعته بالحلف الكاذب، تاجرها جوانایی که سوداگر است. سومش شخصی که تاجر است با دروغ تجارت رواج میتید. مثلا بازار میبره گوشه، میدان گوش قصیر است، میدان گوش گوساله نکرده است، اما قسم میخورد که بغوز است، قسم میخورد که یک دو گوساله که یاد صدقانه موندم یاد شقتیش آوردم. یعنی به مقصدی که یا بارش باری به صفت است تعریف میکنه که بسیار بار خوب است عالی صفت. یعنی آدمی که با دروغ میخواهد مال خودش به سودا برد، این تاجرم روز قیامت در لعنت خدا گرفتار است، خدا او را از گناه پاک نمیکند. بنابراین عزیزان من، جوانای عزیز باور کنید امروز من در قزاقستان سال گذشته رفتم، اکثر جوانای قزاق شارتیک دارن. البته در دوشنبه هم بعضی ها رو دیدم، بعضی بچه ها رو. شارتیک چی؟ بروکی که از دانه یک 3 انگوش پایانتر است. در کوچه ها هم در کار هم هوایی میپوشند. خب اگر همین ما از نام اسلام میگفتیم هیچ کس قبول نمیکرد، حالا که شارتیک پیغمبر خدا هم کردیان. اکنون که دنیای غرب ماده شده است اما جوانان پوشیده ایستادیان. حالا همه جوانای نمازخوان ما هم شرمنده ها اگر در اروپا ماده شود بروکی کلته همون میپوشند، اما امروز به خاطر پیغمبرشان، به خاطر سند پیغمبر یعنی حدیث پیغمبرشان نمیپوشند. بنابراین جوانای مسلمان شما باید به پیغمبر تقلید کنید، شما باید ناموس داشته باشید، نه از اروپایی ها تقلید کنید. آن روز من اگر همین بروکی کوتاه پوشیدن از اروپایی ها شما تقلید کنید پوشید، آن روز من به شما نفرت بکنم. بعد که امروز پیغمبر گپش قبول نمیکنید و موده که دشمنای خدا کنه و را قبول بکنید. بنابر شما عزیزان من عیبش نیست. ببینم من از سعودی مهمان خاص جوان خاپیر همه بروکاشان بالای کلتاش بالای پتین کشانده، هیچ کس اونها را معرکه داره نمیکند که، هیچ کس اونها را وصل نمیکند که. چه عیبش نیست. به هر حال اگر مذهب ما اگر مکروه هم گفته باشه مکروه تحریمی است. عزیزان من خود لااقل در نماز پاچه‌هاتان بالا کنید، بند نماز خوانید. عزیزان من خدا نگهتان دارد.